السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته و کل مردم مسلمان. الله از همه ما و شما رضا باشد. امروز صبح سعید جمعه برای هر یک شما تبریک گفته به شما تنصیحاتی خوشبختی در زندگیتان موفقیت آرزومندم. ای دوستی عزیز، خدای عالم یاری تو باد، خورشید جهان همه وفاداری تو باد. ما دستی دعا همه به سوی الله برداریم، فیض و برکت همیشه در کاری تو باد. یک بار دیگه روز سعید جمعه به کل مردم مسلمان مبارک باشد. بگذار در زندگیتان خوشی، تنصیحاتی، خوشبختی، در کارهایتان موفقیت، همه وقتی چاق پاهی به طهارت باشید، دست به کار و دل به یار، دست به کار باشد و دل به یاد الله پاک. چون امروز روز سعید جمعه است، از جمعه تا جمعه کفارت گناه بنده است. خواستم که به کل مردم مسلمان تبریکات خود را پیشنهاد سازم. دوستان گرامی، بهترین روز سعید جمعه است. صلوات گوی به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. چون صلوات ما میگوییم روح حضرت پیامبر خدا از ما شاد می شود، روز محشر شفاعت میکند. توبه کنیم، نمازها را بخوانیم، بنده خوبی الله باشیم. گر نمیدانی که وقتی جان سپردن حال چیست. میگه گر نمیدانی وقتی جان سپردن حال چیست، آیا میدانی که وقتی جان سپردن چی عذاب است؟ پروردگار میگه بندام نمازت را بخوان، فرمان عبادت الله کردی، برای راست رفتی میره جنت. وقتا که از راه گفتی الله و پیامبر و قرآن و حدیث بیرون رفتی میره دوزخ. دوستان گرامی قدر، همیشه پای به طهارت باشید، پای به نماز باشید، نمازها را بخوانید، دوستدار الله باشید، صلوات به پیامبر بفرستید، دست به کار باشد و در زبان استغفر الله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر ذکرها را فراموش نکنید. ای دل دم بیدار شو، مستی مکن هوشیار شو، با اهل ایمان یار شو، رفتند و ما هم می رویم. میگه کو صبح سر خستی نماز خواندی، الله خواستن دوستت میداره. وقتا که نمازی پروردگار را ترک کردی، کاری دنیایی، پلی دنیایی، مال دنیا برای تو چی فایده داره؟ هیچ فایده دیگه نداره. وقتی که فرمانی الله یکم درجه میستد، نمازی که تو قضا کردی نخواندی، ترک فرض الله کردی، این به نهایت بدبختیه. تنصیحات و خوشبخت و پیروز باشید. باز یک بار روز سعید جمعه به همه شما مبارک، هم دیاران هم وطنان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته.